قرن 19 کلا توی تاریخ چین به قرن تحقیر معروفه. حالا چرا؟ اوایل قرن 19 چین یه کشور خیلی بسته‌ای بود. کلا به کشورهای غرب مخصوصا استعمارگرا خیلی راه نمیداد که بیان توی چین. یکی از این کشورها بریتانیا بود. اون موقع تو اوج قدرتش بود. انگلیسی از این داستان خیلی ناراحت بودن. اومدن نشستن گفتن آقا چیکار کنیم؟ تصمیم گرفتن به صورت قاچاقی تریاک وارد کنن به چین. خودشون تریاک نداشتن، تریاک اصلا تو انگلیس ممنوع بوده. ولی هند مستعمره انگلیس بود و پر از تریاک بود. خلاص انگلیس شروع میکنه به تاجرا و بازرگانای چینی به صورت قاچاقی تریاک فروختن. شما حساب کنید که مصرف تریاک چین اون موقع مثلا 100 جعبه 150 جعبه بوده. توی یک سال انگلیس 30,000 جعبه مواد مخدر وارد چین میکنه. در عرض یه مدت کوتاه کل کشور معتاد میشن. یعنی یه بلای خانمانسوزی میفته به جون کشور چین. امپراتور داوگوانگ میاد میبینه این اعتیاد تبدیل به یه بحران شده دیگه، همه معتادن. میاد اول مالیات میذاره. میبینه تأثیری نداره. میاد به بریتانیا یه نامه مینویسه، میگه خجالت بکشید، ما به شما چای میدیم شما سم وارد میکنید تو کشورمون. واقعا متنش همینا، خجالت بکشید، این چه کاریه دارید انجام میدید. امپراتور حتی تجارت خارجی رو ممنوع میکنه، میگه آقا کلا فعلا دیگه هیچی نیاد تو کشور تا تکلیف این معلوم شه. بازم اثری نداره. حکم اعدام میذاره برای یه سری جرمای مربوط به تریاک و مواد مخدر و اینجوری میشه که تنش توی کشور بالا میره. خب بالاخره مردم هم داشتن جنس مرغوب مصرف میکردن. بازاریابی انگلیس هم بسیار خوب بوده. انگلیس هم که این فرصت رو مناسب دید، اومد با نیروی دریایی قدرتمند خودش حمله کرد به چین که چند سالی درگیر جنگ بودن و در نهایت عهدنامه نانکینگ یا نانجینگ که یکی از تحقیرآمیزترین عهدنامه‌های تاریخ چین نوشته شد. کشوری که فقط از یه شهرش اجازه یه سری صادرات محدود میداد، مجبور شد توی این عهدنامه کل هنگ کنگ رو بده به انگلیس برای همیشه. تجارت تریاک هم برای 100 سال برای انگلیسی‌ها آزاد شد با خیال راحت. و چین شد کشوری که توش پر از معتاد بود، هنگ کنگش رو از دست داده بود و تجارتش هم دوباره باز شده بود و انگلیس به راحتی رفت و آمد می‌کرد. و تریاک اون زمان شد پرسودترین تجارت امپراتوری بریتانیا. ولی یه سوال دارم ازتون. به نظرتون دایی جان ناپلئون راست نمیگفت؟ What? Oh, you all think smoking kills? Let me tell you something. Do you know that the amount of people dying from diabetes are 3 times as many people dying from smoking? Yet if I pulled a Snicker bar, nobody will say anything. Do you know that the leading cause of lung cancer is not actually a cigarette? It's your DNA. You could smoke for years and nothing will ever happen to you. This whole war against smoking is just to restrict the farming of tobacco. Mr. Contest Chair, fellow Toastmasters and guests, I use these arguments, even though I just made them up, with a group of my friends, and the results, 5 of them believed what I said. 2 of them started smoking. Words, when said and articulated in the right way, can change someone's mind. They can alter someone's belief. هفته پیش دختر یکی از دوستامو دیدم، متولد 89 بود. پرسیدم تو مدرسه‌تون سیگار و علف؟ گفت سیگار کم علف زیاد. دختر 89 نمیدونم چند سالش میشه، 13 سال 14 سال. خب 14 سالش میشه. گفت تو مدرسه‌مون علف میزنن دخترای 14 ساله.